دوستان خوش اومدیم به ویدیو خفن دیگه. امروز اومدیم با هم دیگه تکنیک خفن یاد بگیریم. کار خاصی نمیخوایم بکنیم، فقط امروز میایم تو بخش مچ. میخوام براتون بازی آنلاین انجام بدم. حالا بیاد نیاد و دیگه نمیدونم. این خب امیدوارم بیاد، واقعا خیلی نیاز دارم واقعا بازی آنلاین. تو گیم پلنم چه خبره؟ ترکیبم درسته؟ ببینم روشن. بله میزنیم تو مچ. احتمالا من بلد نیستم چون ادیت کنم. احتمالا این ویدیو همینجوری براتون مچ میکینگ بیاد. به خب که دوستم ادیتوره، ممکنه بدم بهش ادیت کنه، ممکنم کار انجام نشه. فعلا با بمونیم تا یه حریف پیدا شه دیگه. پی بی که اصلا بالا نمیاد. بچه شورت ویدیو گذاشته بودم، بعد یه مدت من دوباره گیداد مسدود شد کلا. نه فکر کنم بسیارتون دیدید. آره بچه تو گپ هم یه ویدیو گذاشتم. یک ویدیو میگم قاطی واقعا. رسید براتون. اسمش اینه. خب بچه حریف پیدا شده 3061. بریم ببینیم میتونیم ببریمش یا نه. بزن بریم. خب بچه بازی تو زمین خودمون، تو استادیوم خودمونه. بچه من انگشتم میاد، یه ذره معذرت میخوام. ترکیبش بد نیست. بایدیم تصویرمو دارم و ترکیبش بد نیست، ولی خب اونجور خوبم نیست. مثلا آمادگی زده. منم تو متر میزنم. بریم سر ویدیو نه دست دادم. بریم سر بازی. دوبینو میذارم این بچه. سر اینجا باید فعالیت هم تو اینجا دکمه اینو هست. نمیدونم چیکار کنم. اینجا بذارم اینجا تا بهترین جا میرسم. مدل نشستم رو درست کنم. بریم سر گیم. بازی تو استادیوم خودمونه. خب بازی شروع میکنیم. بازی رو که زمین ماست ما با شروع کنیم. کلیان امباپه. من حرف نمیزنم، حواسم پرت میشه چون بچه بازی به طور وحشتناک لگه. واقعا کنترلی بازی ندارم. پشمام سگلگه. بس سگلگه. خودتون دارین میبینین وضعیت لگو واقعا. اصلا لانگ بول جواب نمیده تو این شرایط. سگلگه. پشمام واقعا. محدودیت تا چه حدی؟ تا چه حدی اینترنت تو تا چه حدی؟
چرا واقعا باید همچین وضعیتی باشه اینترنت؟ خونه ما یه جاییه که من نمیتونم به تو واقعا گولم خوردیم. واقعا بازی لگ وحشتناکه. واقعا میدونید خودتون لگ میگم منظورم واقعا چه لگیه. لگ نیست، سگ لگی. مثلا پاس من نیم ساعت زدم، مثلا من کلر نزدم، پاس خونم زدم، یه چی دیگه هر چی میخواد میزن. لگ دیگه. تکو خفنه بزن. هازارد گله. یس یس یس. ادن هازارد. اگه این بازی ببرم خدای خیلی یاد میده. با این وضعیت لگ یارو ببرم خیلی میده، خیلی. کیلیان امباپه. پولسکوز. ریوالدو. امباپه 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 امباپه. وای باید چیز میزدم. توف میکشیدم عقب. اول توپ گرفتم میتونستم باید گلش کنم. چه فردا ویدیو داریم. فردا تا یه 3 تا ویدیو داشته باشیم از پکا و چیزایی که قرار فردا بیاد. دستم یه چیزی دیگه چی بزنه رو بزن رو پکوب توپو. چی لگه دارید میبینید. چرا انقدر لگ باید باشه بازی؟ چرا به بازم دیدار میبینید یه ماه از زیر لگو. هیچ کنترلی بازی کنم ندارم به تو واقعا نمیم. کورنر بچه ها هم آموزش کورنر همینجا کورنر شد. همه ویدیو آموزش کورنر و شد و ضربه بگیرم براتون. آره بنظر بگیرم الان نگم بهتره. ها کنار شوته این چیزی به همون اکسی خورده اذیت میکنه. وینی چقدر عجیبه. مثل اینکه میخواد فسخ کنه با رئال. خیلی پرسیدی تو رئالی یا بارسایی؟ من رئال رو به خاطر تاریخش دوست دارم، بارسا به خاطر سبک بازی، ولی خودم بارسا رو ترجیح میدم. بین پرسپولیس استقلال تیم خیلی خوبیه، تیم ایرانی خفنیه، ولی خودم به عنوان یه آدم ایرانی پرسپولیس ترجیح میدم. خیلی بهتره، یعنی یه مسیر صافی داره حرکت میکنه و استقلال خیلی بالا پایین داره، وضع وحشتناکی بالا پایین داره. یارو هم که فعلا میخواد یک دست به تعویض بزنه. تعویضی هم این نگاه بکنم. فدریکو رو میارم به جای سرجینیو میذارم به جای پاکی. اشتباه شد، جای نتاها تغییر میدم به حرفی خواستم بزنم مشخص داره. و این کاپلو، فوبیا کاپلویی که داره رو خب بچه ها احتمال تا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه چقدر بره 2-3 هفته دیگه آنباکسش کنم. الان کوین جمع میکنم 750 تا میخوام که فعلا 185 تاش جوره. یه بازی میخوای بکنی دیگه یا الان یوتیوب بنام نکنه. یوتیوب excuse me.
آجی سی بی شد تو کل خرج کردیم. سی بی خفنی چین آروبی ال بی چیه ال بی خفنی خریدی، بعد گذاشتیش سی بی، بعد ال بی 88. خب انسانی تو واقعا. خدا مرده چیه لامین یاران نفسه چه قشنگ. خدا بچه بازی لگ مزخرفیه. بچه که اکانت هم گفته بودم فکر کنم افتادم به 40 سابسکرایبر برسیم، 40 سابسکرایبر باید کشیش میکنم من 40 تا فعلا که 0 چند تو 2-3 تا سابسکرایبر دارم فعلا تا به 40 تا برسه، شادم نرسه. این اکانت نیست، این اکانتی که میخوام باید کشی کنم یه اکانت خفن که نه خوبه، اکانت باحالیه، اکانت گیم خوبه. وای دیدی چه لگه و من گزنشی جابن خوبه من با که بچه ها یه چنل توی دیگر کنگی که دوستامه اگه ماینکرافت بازی میکنید زیاد ویدیو نمیذاره، مثلا اسم چنلش آرکرافته، اسمم آریا. احتمال چند روز امروز فردا ای فوتبال میخواد نصب کنه با هم گیم آنلاین بزنیم، بازی خفنی قراره بشه. خب اون که تازه نصب کرده ولی فکر نکنم بتونه منو ببره، تو خیلی خطا میکنیم یا حاجی بزن آزارد گل دقیقه 75 2 شزنی اومد تو ذهنم، نمیدونم چرا، امیدوارم خیلی باشه. پرچی 2 تا گلی که زدیم و چیز چیه یارو ویدیو فکر کنم یارو ویدیو رو میگه ناراحت میشه واقعا. این توی بچه لگی داشت الان با من مساوی کرده. اون پس دادم ریوالدو یه گل زده بودیم خدا ریوالدو میبوسیدمت، میرفتیم اونجا همه با هم دیگه میافتادیم توی فوز. یه خوشحالی کنه کامبک دقیقه 90 میزنی همه میزن جمع میشن یامالش نه بزرگتون نکن ازت میکنه حالا خیلی یامالش یامال خوب استفاده میکنه فرانکو میبینه اصلا نمیتونم باس بدم در این حد لگه. ببینم بازی چند همین 2 تمام شد اگه گل نخوریم توی این لحظات. حاجی یاما ویتو باید واقعا دروازه‌بان خفنیه، اونایی که نگرفتن توی اون دیلی گیم واقعا ضرر کردن واقعا. بچه‌ها بازی تمام شد. اتوپیا سپنتا ایران سپنتا ایران که ایرانی ها دیدنم بشناسنم. بعد از اینکه این ویدیو تموم شه ویدیو دیگه میخوام بگیرم که بهترین ترکیب های ای فوتبال که نه بهترین رنکینگ های ای فوتبال و ایرانی ها خارجی ها رنکینگ 1 ها پیدا کنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. بالا هم دارید ببینید تعداد کوینامون چقدره، رسید براتون قشنگ مشخص کنم. یه سری میگین الکی میگه فلان کوینش انقدر دارید، مشاهده میکنید 185 تا کوین فعلا داریم، جمعش کنیم 750 تا کاپلو باز کنیم. بله کار ندارید تا یه ویدیو دیگه. گود بای.